والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، از درگاه الله سبحانه و تعالی طلب دعا می نماییم که ما و شما را شامل رحمت خود قرار بدهد و از جمله های بندگان صالح و نیکوکار هم بگرداند. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند هیچ کسی او را گمراه کرده نمیتواند، اما هر کسی که گمراهی را اختیار نماید هیچ کسی دیگر توان هدایت او را هم ندارد. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، امروز با همراهی شمایان با توفیق الله سبحانه و تعالی از این رساله مبارک فعلم انه لا اله الا الله، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست، تنها او شایسته عبادت است، صحبت خواهیم کرد در موضوع کلمه لا اله الا الله، کلمه تقوا، کلمه‌ای که سبب سعادتمندی دنیا و آخرت انسان می‌گردد، کلمه‌ای که تمام خوشنودی انسان در این کلمه نهفته است، کلمه‌ای است که هر کسی که با سوی این کلمه رجوع کند حتما خوشبخت و خوشنود می‌گردد و در خوشبختی و خوشنودی او شک و تردید نیست، هیچ شکی نیست. ما در این مورد از این کلمه بزرگ، کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، معبودی بر حق جز الله نیست، امروز صحبت و سخنرانی خواهیم نمود با توفیق و اذن الله سبحانه و تعالی. معنای کلمه لا اله الا الله که بر همگان الکی که معلوم است این کلمه نیست معبودی بر حق جز الله سبحانه و تعالی. سخن را در اینجا با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نماییم، چون کلام الله سبحانه و تعالی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است و همچنین اقتدا و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه که در صحیح بخاری آمده است، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمات خود را هنگامی که به سوی توحید و سوی اسلام مردم را دعوت می‌نمود با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد و امام بخاری یک باب خاص را در این مورد ذکر یادآوری کرده است. پس این کلمه لا اله الا الله کلمه است که جدا کننده بین حق و باطل است، یک پیوندی مستحکم است. اعلم، بدان که الله سبحانه و تعالی ما و شما را شامل رحمتش قرار بدهد که این کلمه جدا کننده بین کفر و ایمان است. این کلمه لا اله الا الله جدا کننده بین کفر و ایمان است. پس بدان که الله سبحانه و تعالی ما و شما را شامل رحمتش قرار بدهد، این کلمه است که جدا کننده میان کفر و اسلام و ایمان است. این کلمه تقوا و پایبند مستحکم است، عروة الوثقا، یعنی پایبند مستحکم است. و این کلمه همان کلمه است که ابراهیم علیه السلام آن را برای نسل خود، برای فرزندان خود باقی قرار داد، باقی گذاشت، باشد که آنها به سوی حق و سوی اسلام باز بگردند. پس لا اله الا الله کلمه توحید خالص است، بزرگترین فرض است که الله سبحانه و تعالی بر دوش بندگانش فرض قرار داده است. و این کلمه لا اله الا الله برای دین مثل سر بر بدن است. و این کلمه شهادت دادن به لا اله الا الله است. و معنای شهادت دادن به لا اله الا الله یعنی من با زبانم اقرار میکنم و با دلم تصدیق مینمایم که معبودی بر حق، معبودی حقیقی جز الله سبحانه تعالی کسی دیگری نیست. و الله در این مورد میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله، پس بدان و بگو که هیچ اله، هیچ معبودی بر حق جز الله نیست. سوره محمد آیه 19. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه، هر کسی که این کلمه لا اله الا الله را خالصانه از روی قلبش بگوید وارد بهشت میگردد، وارد جنت میشود. روایت براز که البانی این را در صحیح جامع ذکر نمودند. مخلصانه از قلبش، مخلص یعنی کسی که معنای آن را میفهمد و بر این معنای کلمه لا اله الا الله عمل میکند و پیش از هر چیز به آن دعوت می نماید، زیرا این کلمه توحید است و الله سبحانه و تعالی جن و انس را به خاطر این کلمه آفریده است. و گفتن این کلمه لا اله الا الله تنها با زبان بدون فهمیدن معنایش برای صاحبش به درستی که هیچ فایده و منفعتی نمی رساند. و مراد از گفتن این کلمه این نیست که آن را با زبان بگوییم اما معنایش را ندانیم و مقتضای آن عمل نکنیم،
زیرا منافقان از این کلمه رو با زبان خود میگویند، شاید از بعض مردم ده هم بیشتر بگویند، در حالی که این منافقان در پایین ترین درجه دوزخند، گرچه نماز میخوانند و صدقه میدهند، اما مراد از گفتن این کلمه شهادت، کلمه لا اله الا الله، این است که آن را با دانستن معنایش در دل، دوست داشتن آن و دوست داشتن اهل این کلمه و بدبینی نسبت آن کسانی که مخالفت می نمایند و دشمنی می نمایند با این کلمه است. چنانکه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قال لا اله الا الله مخلصا، هر کسی که این کلمه لا اله الا الله را خالصانه بگوید، و در دیگر روایت خالصا من قلبی، خالصانه از دلش، از قلبش بگوید، و در دیگر روایت صادقا من قلبی، صادقانه از قلبش بگوید، و در دیگر روایت من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله، هر کسی که لا اله الا الله بگوید و کافر گردد با هر آنچه که غیر الله عبادت می شود. پس این معناها، این تفسیرات رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر این احادیث رو فهمیدی، تو این معنای لا اله الا الله رو فهمیدی. پس این کلمه بزرگ در بر میگیرد که غیر الله هیچ معبود بر حق نیست، همگی معبودان در باطل هستند، و اعتقاد نمودن بر الهیت غیر او سبحانه و تعالی باطل ترین باطل هاست، و اثبات نمودن آن برای غیر الله بزرگترین ظلم هاست. پس هیچ کس جز او سزاوار عبادت نیست، چنانکه الهیت برای غیر او شایسته هم نیست. و این کلمه لا اله الا الله، کلمه توحید، در بر میگیرد نفی کردن الهیت را از هر کس و از هر چیز دیگری بجز او سبحانه و تعالی، و اثبات نمودن تمام عبادات ها تنها از برای او سبحانه و تعالی، و یگانه و بدون چون چرا بودن او. و این معنای آن را در بر میگیرد که او تنها سزاوار عبادت است، او تنها صفت الهی را با خود گرفته است و غیر او صفت الهی گرفته نمی شود و ندارند. شیخ سلیمان در تیسیر العزیز الحمید در شرح کتاب توحید می‌فرماید: معنای لا اله الا الله این است که هیچ معبودی بر حق جز الله نیست، الله یکتای یگانه است و شریک هم ندارد. چنانچه الله می‌فرماید: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و ما پیش از تو ای پیامبر هیچ رسول رو نفرستانیدیم مگر آن بر او رسول یعنی وحی میکردیم که هیچ معبودی بر حق بجز الله نیست، بنابراین من را عبادت کنید. سوره انبیاء آیه 25. و نیز الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و ما در میان هر امت رسولان را فرستانیدیم که الله را عبادت کنند و از طاغوت پرهیزگاری کنند، دوری بجویند. سوره نحل آیه 36. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به قریشیان میگفت: بگویید لا اله الا الله، نجات میابید. آنها میگفتند: اجعل الالهه اله واحده، آیا همه این معبودان را به قول خود یک اله قرار دهیم؟ ان هذا لشیء عجاب، و این واقعا یک چیز عجیب است. سوره صاد آیه 5. و قوم حود بر حود گفتند علیه السلام: اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما كان يعبد آباؤنا، آیا برای ما آماده ای که تنها الله را عبادت کنیم و آن چیز را که پدرانمون میپرستند ترک نماییم؟ سوره اعراف آیه 70. در حالی که تمام پیامبران تنها آنها را، قومهای خود را به لا اله الا الله دعوت میکردند، تنها به لا اله الا الله دعوت میکردند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام پیامبران مردم فقط بر دعوت بر این کلمه لا اله الا الله میکردند. پس این معنای لا اله الا الله است، یعنی عبادت الله سبحانه و تعالی، عبادت الله سبحانه و تعالی را نمودن و پرهیزگاری نمودن از عبادت غیر او، یعنی کفر بر طاغوت ورزیدن، ایمان به الله آوردن. و در معنای اله، الله برحق، همه این نمودهای عبادت داخل می شود که از تسلیم شدن و محبت به الله سبحانه و تعالی و او را شایسته عبادت دانستن، تنها عبادت را از برای او قرار دادن بدون شریک، از جمله دعا کردن، ترسیدن از او، محبت بر او، تکیه کردن بر او، توبه کردن به سوی او، قربانی از برای او، نذر از برای او،
رکوع و سجده از برای او. همه نمودهای عبادت تنها برای او سبحانه و تعالی باید قرار بگیرد، بدون شریک روانه شود. پس هر کسی که چیزی از نوعهای عبادت رو که تنها شایسته الله هستند اگر در غیر الله صرف نمود یا که روانه کند، اگر گرچنده که هزارها بار لا اله الا الله بگوید، پس او مشرک است، زیرا با مقتضای این کلمه لا اله الا الله امر نکرده است. چون این کلمه لا اله الا الله، این کلمه توحید تقاضا میکند، طلب میکند اخلاص را. ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید الاله هو الذي يتأله القلوب محبة واجلالا وانابة واكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. اله آن ذات است که الله آن ذات است که قلبها او را با محبت و بزرگ داشتن و بازگشتن با توبه و احترام و تعظیم و فروتنی و خاکساری و ترس و امید و توکل پرستش میکنند. و ابن رجب رحمه الله تعالی میفرماید اله آن کسی است که اطاعت کرده میشود و مخالفت کرده نمیشود، از روی حیبتش و بزرگداشتش، با محبت به او و ترس از او و امید بر او، توکل بر او، دعا از او و توکل بر او. و همه اینا جز برای الله سبحانه و تعالی بر کسی دیگر شایسته نیست که روانه شود. پس هر کسی که مخلوق را در یگان چیز از این اموری که ذکر شد که خاصی الهیت، خاصی الله هستند، اگر شریک بسازد یا که روانه کند، این عیب رو در اخلاص او در گفتن کلمه لا اله الا الله و کمبودی در توحیدش روانه میکند. به اندازه آن کمبودی که دارد در بندگیش هم سهم دارد. و همه این از شاخه های شرک است. در آخر گفتن ابن رجب رحمه الله تعالی. و این معنی در سخنان علمای اسلام بسیار ذکر می شود و در میان علما اجماع اتفاق نظر است که اله معنایش معبود بر حق است، برخلاف آن چیزی که پرستش کنندگان قبرها و شیخها و مردم قرار می گیرد. و معنای اله آفریدگار یا قادر بر اختراع و مانند اینها را در بر نمیگیرد تنها. و اهل گمراه، اهل ضلالت گمان میبرند که اگر لا اله الا الله را با چنین معنا گویند، به حد اعلا با درجه الله به توحید رسیدن. حتی اگر هر چی بخواهند از عبادت غیر الله انجام میدهند، مثل دعا را از برای غیر الله، از مردگان طلب کردن، کمک خواستن از مردگان، از شیخها، از پیرا، در شدتها طلب کردن برآوردن حاجتهای خود از آنها، نظر کردن برای اذان آنها در مصیبتها و طلب کردن شفاعت از آنها در نزد پیامبران و بزرگان و ولیها و غیره و غیره و غیره. گمان می‌برند که این اگر بجرد کلمه لا اله الا الله گفتن، با اینها برای آنها این چیز هم جایز است، در حالی که معنای اله را نفهمیدن، ندانستن و گمراه شدن و گمراه کردن. نفهمیدن که برادرانشان از کافران و مشرکان عرب در این قرار بودن، با آنها شریکن در این معنا و آنها نمیدونستن که الله این آفریدگار است و قادر بر اختراع. ولی همه این چیزهایی که اعتقادهایی که آنها داشتن از مشرکان، آنها را بر اسلام داخل نکرد، بلکه بعضی از آنها نوعهای گوناگون از عبادت هم داشتن. پس هر کسی که اگر که عملهای شرک و کفر را انجام میدهد، به درستی که از ابو جهل، از ابو لهب پیروی کرده است. به مانند کسانی که قبرها را پرستش میکنند، فرقی ندارد آن کسانی که ود، یغوث، یعوق و ناصر و سواع اینها را عبادت میکنند، یا کسانی که قبرها یا که شیخ را عبادت میکنند، هیچ فرقی بین اینها نیست. الله برای ما این مثال را در قرآن میزند تا اینکه تنها او عبادت کرده شود. پس اگر معنای لا اله الا الله همون میبود که جهالت پیشگانی پیشین ادعا میکردند و حاضر هم این ادعا را میکنند، پس میان رسول و آنها هیچ اختلافی نمیبود، هیچ اختلافی نمیشد، بلکه آنها دعوت پیامبر را میپذیرفتند و قبول میکردند، اجابت میکردند. هنگامی که رسول الله بر آنها میگفت که بگویید لا اله الا الله، آنها امتناع می‌ورزیدند. اگر معنی لا اله الا الله هیچ کس قادر بر اختراع یا که آفرینش، آنها حتما میگفتند شنیدیم و اطاعت کردیم. الله تعالی میفرماید ولا ان سالتهم من خلقهم لا یقولون الله فانا یؤفکون. اگر از آنها بپرسی کی آنها را آفریده است، بیشک میگویند الله. پس چگونه گمراه شدند، گمراه میشوند. در سوره زخرف آیه 86 و نیز الله میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
اگر از آنها بپرسی که آسمان ها و زمین را کی آفریده است، بدون شک تردید میگویند که پروردگار قدرتمند و دانا. سوره زخرف آیه 9. و نیز الله سبحانه و تعالی فرموده است: قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. قل ما یرزقکم من السماء والارض، بگو کی شما را از آسمان و زمین رزق میدهد. اما یملک السمع والابصار، کی صاحب شنوایی و دیدار است. و من یخرج الحی من المیت، کیست که زنده رو از مرده و مرده رو از زنده میبرد. و من یحیی من الحی و من یدبر الامر، کیست که امور و این امر را اداره میکند. فسیقولون الله، در حال میگویند که الله. فقل افلا تتقون، پس بگو بر آنها آیا نمیترسید، آیا پرهیزگار نمیشوید. سوره یونس آیه 31. در آیه های زیاد این مورد اشاره شده است. پس هلاک باد آن کسی که ابو جهل و سردار کفر و از قریش را پیروی میکند، در حالی که این ابو جهل و سرداران قریش این معنای کلمه لا اله الا الله را از بعض مردم که منتسب به اسلام نام خودشون خوبتر میدونستان، معنای لا اله الا نیکوتر میدونستان. برای همین بدون برادر و خواهر گرامی که این کلمه لا اله الا الله اساس سعادتمندی است، اساس کامیابی و نجات است و تمام عبادت ها و نجات در آن استوار شده است. تمام سبب های عزتمندی است در دنیا و در آخرت، هم برای مؤمنان در شخصیت خود و هم برای امت اسلامی در مجموع. پس بدون که هر فساد و کمبودی که امروز میبینیم بسیارش از سبب نفهمیدن یا عمل نکردن به این کلمه لا اله الا الله، این کلمه عظیم است. خوب گوش بدهید، هر فساد و کمبودی که ما امروز ها میبینیم، چی در خود و چی در دیگران، چی در این مجتمع فاسد، بسیارش از سبب نفهمیدن یا عمل نکردن به این کلمه لا اله الا الله، این کلمه عظیم است. و این رساله بیان معنای بزرگ داشت این کلمه لا اله الا الله است. پس لا اله الا الله با گویندهش فایده نمیرساند مگر آن که به آن عمل کند، شرط های آن را به جا بیارد، رکن های آن را به جا بیارد. اما کسی که آن را تنها با زبان میگوید ولی از عمل کردن به آنچه که تقاضا مینماید طلب میکند روی میگرداند، پس این گفتار او برای او فایده نمیدهد. باید این گفتار و این کلمه را با عمل پیوست کرد. و از الله عزوجل خواهش میکنیم که ما را از اهل لا اله الا الله که با آن عمل کننده هستند و با این کلمه زنده هستند و زندگی مینمایند و اهل این کلمه را دوست می‌دارند و دشمنان این کلمه را بد می‌بینند قرار بدهد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا یافته است. شهادت ان لا اله الا الله، اولین چیز شهادت به لا اله الا الله، این کلمه توحید اولین پایه اسلام. و ان محمد رسول الله، و اینکه محمد رسول الله است. و بر پای داشتن نماز و ایتاء الزکات، پرداختن زکات و حج و صوم رمضان. روایت بخاری و مسلم. و امام ترمذی نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خیر ما قلت انا و نبیون من قبلی، بهترین و نیکوترین کلمه‌ای که من و پیامبران پیش از من میگفتند و گفتند: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر است. این کلمه است: لا اله الا الله، معبودی بر حق جز الله نیست، شریک ندارد، تمام حمد و سپاس از آن اوست. له الحمد، حمد از آن اوست. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز تواناست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در دیگر حدیث: افضل ما قلته انا و نبیون من قبلی، افضل ترین و بهترین و نیکوترین سخنی که من و پیامبران پیش از من گفتند لا اله الا الله وحده لا شریک له است. در موطأ امام مالک ذکر شده است. و در روایت دیگر می‌فرماید که افضل ما قلته انا و نبیون من قبل، افضل ترین و نیکوترین آن کلمه‌ای که من و پیامبران پیش از من گفتند لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر است. روایت ترمذی. به حسن بصری گفتند بعضی آدمان میگویند که کسی که بگوید لا اله الا الله به جنت وارد میشود. در جواب حسن چی گفتند؟ گوش دید سخن حسن را: کسی که لا اله الا الله بگوید و حق آن را ادا کند و فرضهای آن را اجرا نماید به جنت وارد میشود. به فرزدق هنگام دفن کردن همسرش گفته شد که همسر خود را داخل قبر میگرانید. بر او گفته شد: ما اعددت لهذا یوم، ای فرزدق برای این روز چی آماده کرده ای؟ چی چیز را برای این روز آماده کرده ای؟ فرزدق در جواب گفتند: شهادت ان لا اله الا الله منذ 70 سنه، شهادت دادن بر کلمه لا اله الا الله زیاده از 70 سال است که من این کلمه را برای این روز، برای این داخل قبر آماده کردم. الله اکبر.
حسن رضی الله عنه گفت نعم العدة ولكن لا اله الا الله شروطا فإياك فقذف المحسنه. در جواب حسن بصری چی گفتن؟ گفتن این یک آمادگی خوب است، چی نیکو آمادگی است که برای قبر، برای آخرت این تو این کلمه رو آماده بسازی. ولیکن بدون که برای این کلمه لا اله الا الله شرط ها هستند، شرط های دارد این کلمه. پس از گناهکاری، از گناه کردن و بدگویی پرهیزگاری کن و همچنین از بر پاک دامنان سخن گفتن پرهیزگاری کن. و از وهب ابن منبه گفتند الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ ای وهب، آیا کلمه لا اله الا الله کلید جنت نیست؟ و در جواب گفت بله لا اله الا الله کلید جنت است، ولیکن ما من مفتاح الا وله اسنان، ولیکن هیچ کلیدی نیست مگر اینکه او دندانه هایی دارد. فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، اگر با کلید اومدی که دارای دندانه های است، در برای تو گشوده می شود. و الا فلم یفتح لك، و الا مگر اینکه از این در برای تو گشوده نمی شود. این حکایت رو بخاری در شرح حدیث های مراسم دفن نقل کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بسیار احادیث ها وارد شدن جنت را با کلمه، با عمل های نیک وابسته کردند. از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نقل شده است که مرد گفت یا رسول الله، ای رسول الله، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه، ای رسول الله من رو با عمل راهنمایی کن که من رو داخل جنت بگرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تعبد الله ولا تشرك به شیئا، الله را عبادت نمایی به درستی که او از شایسته عبادت و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهی، و تقیم الصلاه و نماز را بر پای بداری، و تؤتی زکات و زکات را بدهی، و تصل رحم و صله رحم کنی. روایتی این حدیث را بخاری در ادب المفرد ذکر نمودند و مسلم همچنین در باب ایمان. و همچنین از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که مرد گفت یا رسول الله، ای رسول الله، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه، ای رسول الله ما را بر عمل راهنمایی کن که این عمل را هنگامی که من این انجام بدهم داخل جنت بگردم. پیامبر الله صلی الله علیه و فرمودند تعبد الله ولا تشرك به شیئا، تو الله را عبادت نمایی و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهی، و نماز را بر پای بداری، نمازهای 5 وقته را در وقتش ادا نمایی، و زکات مالت را پرداخت نمایی، و روزه ماه رمضان روزه بداری. مرد گفت والذی نفسی بیده، قسم به نام آن پروردگاری که جان من در دست اوست، لا ازید علی هذا شیئا، و من بر این گفتار چیزی را زیادی نکنم، ولا انقص منه، و چیزی را از این کم نکنم. و داخل بیش میشوم. فرمودند من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، هر کسی که میخواد که به یکی از مردان اهل بهشت، اهل جنت نظر کند، پس بر این مرد بنگرد. بخاری در باب زکات و مسلم در باب ایمان ذکر کردند. و در بعضی روایات آمده است که هر کسی که لا اله الا الله بگوید، من قال لا اله الا مخلصا خالصانه این کلمه را بگوید. و در بعضی روایت آمده است که من قال لا اله الا مستيقنا بها قلبه، دلش بر آن یقین داشته باشد. و در بعضی روایت صدقا لسانه، با زبان صادقانه بگوید، راستین. و در بعضی روایت یقولها حقا من قلبه، آن را از حقیقتا از داخل قلبش بگوید. و همچنین حدیث ها به بهشت را وارد شدن با دانستن کلمه لا اله الا الله اشاره میکند. و دیگر روایت ها در ثابت داشتن بر این کلمه لا اله الا الله نیز دلالت میکند. و مضمون دیگر آیات و احادیث دلالت بر آن مینماید که واجب است که انسان بر شرط و رکنهای این کلمه اطاعت کند و تسلیم شود بر مضمون آن و غیر از چیزها. سپس کفر بر طاغوت و روی گرداندن از هر عقیده، هر منهج، هر راه و روشی که بجز راه و روش اسلام است، راه و روش صحیح و درست، از هر فرقه‌گرایی دور بودن. پس مسلمان باور دارد که اسلام دین حق است و تمام دینها باطل هستند و فساد هستند، فساد شدند، آنها را فساد کردند. و مسلمان باور دارد که تنها اهل سنت و الجماعت، کسانی که پایبند قرآن هستند و قرآن را بدون تحریف و تغییر و تبدیل و تشبیه کردن میپذیرند، به محکم متشابه آن ایمان دارند و تنها بدونند که
گروه نجات یافته این اهل سنت هستند. اهل سنت آن کسانی هستند که پایبند سنت پیامبر هستند و از پیش خود چیزی نمیگویند مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن اقرار و باور کرده باشد و بیان کرده باشد. و الله سبحانه و تعالی میفرماید این الدین عند الله الاسلام، بدون شک و تردید که دینی برگزیده، دینی برحق این دین اسلام است. سوره آل عمران آیه 18. و نیز فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل من، اگر هر کس که غیر دین اسلام دین دیگر رو بپذیرد از او قبول کرده نمیشود. و هو فی الاخره من الخاسرین، و در روز آخرت از جمله بندگانی هلاک شدگان است. سوره آل عمران آیه 85. پس بر هر مؤمن واجب است که از هر گونه دین، عقیده، راه و اصول جز دین اسلام و منهج سلف امت روی گردان باشد به سوی این عقیده کو، به سوی این راه پیروزی، به سوی این راه حق و از هر گونه راه و روش، از هر گونه قانونهای ساخته غیر الله بیزاری بجوید. پس معنای این کلمه لا اله چطوره که علما گفتن که معبود بر حق سزاوار عبادت نیست و وجود ندارد و پیدا نخواهد شد، تنها او سبحانه و تعالی سزاوار عبادت است. پس این کلمه دارای دو رکن اساسی مبارک است: نفی، رد کردن الهیت حقیقی از غیر الله سبحانه و تعالی و اثبات، ثابت کردن الهیت حقیقی تنها برای او سبحانه و تعالی بدون شریک قرار دادن برای او سبحانه و تعالی. پس کلمه لا اله الا الله هم رد و هم تصدیق را در بر میگیرد. رد میکند الهیت را از همه چیزهای غیر الله، از فرشتگان، از پیامبران، از نبیان، از بزرگان، از صالحان، از دیگران، چون اینا اله نیستند و شایسته اله شدن را ندارند و سزاوار عبادت هم نیستند. و تصدیق میکند الهیت را تنها به الله سبحانه و تعالی، یعنی بنده کسی دیگر را عبادت نمیکند بجز او سبحانه و تعالی، نه با دلش نه با عملش. پس این معنای آن رو میدید که عبادت در غیر الله صرف نمی شود. اگر صرف شد و شرک و کفر میگردد، مثل دعا کردن، قربانی کردن، نظر کردن، توکل کردن، همه اینهایی که ذکر شد. پس معنای لا اله الا الله این است که تنها الله سزاوار عبادت است و کسی جز او عبادت نمی شود. پس کسی که این کلمه را با دانستن معنایش میگوید و با آن عمل میکند و از آن پیروی میکند، یعنی شرک را رد میکند، تنها الله یگانه را عبادت میکند، اون شخص واقعا موحد است، مسلمان است. اما کسی که تنها آن را با زبان میگوید ولی با دل و عمل به آن عمل نمیکند، پس او منافق است. و هر کسی که عملهای شرک یعنی عبادت به غیر الله مشغول می شود، هرچند که لا اله الا الله هم بگوید و کافر مشرک است. و به نظر بگیرید که منافقان آن را با زبان خود میگویند ولی در پایین ترین گهدان جهنم هستند. الله میفرماید ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بدرستی که منافقان در پایین ترین گهدان جهنم و دوزخ هستند. سوره نساء آیه 145. یهودیان همچنین این کلمه رو میگویند ولی در شرک و کفر هستند، از شرک و کفر خود روی گردان نیستند. پس این کلمه برای آنها منفعت بخشید؟ نه. همچنین هر کس از اسلام برگردد و این کار کردن هر چیزی از لازمه های شریعت، چیزهایی که معلوم در دین به ضرورت هستند، برایش منفعت نمیبخشد، برایش سود نمیدهد، اگرچند آن را هزارها مراتب بر زبان خود بگوید. و همچنین آن کسانی که این کلمه را شب و روز بر زبان خود میرانند ولی نمودهای گوناگون عبادت را برای غیر الله انجام میدهند، مثل پرستش کنندگان قبرها و بتها، شیخها که از برای آنها نماز میخوانند، روزه میگیرند، حج میکنند، رکوع میکنند برای آنها، سجده میکنند برای آنها، از آنها دعا و کمک یاری مدد میطلبند. این کلمه برای آنها سود و منفعتی نمیرساند و این گونه انسان‌ها در زیر آن فضیلت آن احادیثی که در بیان آزاد شدن بندگان هر کس لا اله الا الله بگوید قطعا داخل نمیشوند. پیامبر چی گفتن؟ وحده لا شریک له، یگانه از شریک ندارد، تنها او شایسته عبادت است. این تصدیق است که انسان میتواند این کلمه رو بگوید ولی مشرک باشد. و این گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که یگانه از شریک ندارد، این تأکید است و تأکید می‌نماید که انسان میتواند این کلمه رو با زبان خود بگوید ولی مشرک باشد، مثل یهودی ها، مثل منافقان، مثل عبادت کنندگان مزارها، قبرها. آنها وقتی دیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را با گفتن لا اله الا الله دعوت میکند، گمان کردند که او تنها با زبان گفتن است و بس. این یک نادانی بزرگ و عظیم است، به درستی که یک جهالت بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را دعوت میکرد که این کلمه را بگویند و به معنای آن عمل کنند و از عبادت غیر الله روی گردان باشند، ترک کنند عبادت غیر الله را. از این بود که آنها در جواب چی میگفتند؟ هنگامی که بر آنها گفته میشد که بگویید لا اله الا الله، میگفتند ائنا لتاریک الهتنا لشاعر مجنون،
آیا ما عبادت‌های خود را و خدایان خود را برای یک شاعر دیوانه ترک کنیم؟ و گفتند اجعل الالهه اله واحده، آیا خدایان را ما یک اله قرار بدهیم؟ از این رو آنها از گفتن این کلمه و عمل کردن به این کلمه سرکشی کردند، دست کشیدند. از این رو آنها یعنی این مشرکان از به زبان آوردن این کلمه خودداری میکردند، زیرا اگر آنها هم میگفتند این کلمه را ولی بر عبادت لات و عزای خودشان و مناطی که از آنها خدایانشان بود سرپیچی نمیکردند، مسلمان که نمیشدند. لازم بود که از آن عبادت غیر الله این قریش دست بکشند، ولیکن از آن دست کشیدن نتوانستند، برای همین این کلمه را نگفتند. همین است که هر کس که این کلمه را بگوید و نه که از عبادت غیر الله دست نکشد شرک بیارد و مسلمان نیست اصلا. چون مردم جاهل امروز پیدا شدهاند که کسانی که شرک به الله میارند مشرکین هستند، آنها را مسلمان میشمارند. جهل مرکب در خود پیدا کردند، با خود قاعده ها باز میارند، دلیل ها میارند، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها میجنگید تا که آنها از این عبادت خود دست بکشند، تنها الله را عبادت کنند، بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهند. و این چیز از ضرورت در دین است، در کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم معلوم است. بارک الله فیکم. از پرستش کنندگان قبرها آنها معنای این کلمه را نشناختند، معنای الهیت را پی نبردند که عبادت در غیر الله نفی شده است، تنها برای او ثابت می‌گردد نه برای غیرش، بلکه آنها از معنای این کلمه فقط همان چیز را فهمیدند که ابو جهل ابو لهب فهمید و غیر کسانی که تا امروز از آنها پیروی میکنند فهمیدند، بلکه تمام انسانیت از مؤمن از کافر اتفاق نظر دارند که آن پروردگار قادر توانا است که هر چیز را آفریده است. پس این اقرار کرده شد، این بسنده نیست، بلکه تسلیم شدن لازم است. مادام که تو این اقرار را کردی، تنها الله سزاوار عبادت باید باشد، قرار بگیرد. چون مردمانی هستند که این معنای کلمه لا اله الا الله را تفسیر میکنند، میگن که هیچ کس قادر به آفرینش جز الله نیست، یا که قادر بر اختراع، یا که قادر بر آفرینش، یا که قادر بر هر چیز دیگری. پس اله آن کس است که بی نیاز است و تمام نیازها به سوی او برگشته می شود، نه به سوی مردم، نه به سوی مزارها و قبرها. او از شایسته عبادت. شیخ عبدالله عبداللطیف ابن عبدالرحمن فرمودند که بسیاری از مشرکان در این زمانها اشتباه کردند و گمان بردند و پین داشتند که هر کسی که پس از تلفظ به دو شهادتین لا اله الا الله و محمد رسول الله کافر شمرده شود، پس او از خوارج است. خوب گوش بدهید. میفرماید شیخ بسیاری از مشرکان در این زمانها میگه اشتباه کردند، در غلط افتادند و پین داشتند که هر کسی که پس از تلفظ کردن به این شهادتین کافر شمرده شود، پس وی از خوارج است. اما واقعا چنین نیست. این سخن بینهایت سخن غلط و نادرست است، چون که تنها تلفظ دو شهادت، شیخ میفرماید که تنها تلفظ دو شهادت مانع از تکفیر نمی شود، مانع از کافر شمردن شخص نمی گردد، مگر برای آن کسی که معنای این کلمه را بداند و بر اساس این کلمه لا اله الا الله عمل کند، عبادت و تنها خالصانه از برای الله بگرداند، بدون اینکه بر او کسی چیزی را شریک قرار بدهد. تنها این گونه شخص است که از این کلمه شهادتین بهره برده است. اما هر کسی که این کلمه را بگوید، موافق طلبات این کلمه تسلیم نشود، بلکه به الله شریک قرار بدهد، واسطه ها و شفاعت کنندگان به غیر الله بگیرد، از آنها چیزهایی طلب کنند که جز الله کسی دیگر قادر بر این نیست، برای آنها قربانی کنند، مانند این کارهای دیگر را انجام بدهند، آنها از اهل جاهلیت هیچ فرقی ندارند، چون که مشرکان زمان جاهلیت این کار را انجام میدادند. پس این گونه شخص از این دو کلمه شهادت هیچ بهره نمیبرد، بلکه او در این کلمه شهادت خود دروغ گفته است، دروغگوی است. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، وقتی که منافقان نزد تو ای رسول بگویند که ما شهادت میدهیم که بدرستی که تو رسول الله هستی، والله یعلم انك لرسوله، بدرستی که الله میداند که تو رسول الله هستی، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، و الله بدرستی که شهادت میدهد که این منافقان دروغگوی هستند. سوره منافقون آیه اول. پس به معنای شهادت دادن به لا اله الا الله این است که عبادت الله تنها از برای او صرف بگردد، بجز او از برای کسی دیگری صرف نگردد. پس هر کسی که از عبادت الله سرپیچی کند، سرکشی کند و او را عبادت نکند، پس او از کسانی است که شهادت میدهد که
لا اله الا الله را دروغ شمارده است. اما هر کسی که الله را به درستی عبادت کند، همزمان غیر الله را، عبادت غیر الله را انکار میکند و از عبادت غیر الله روی گردان است. از کلمه توحید که قبلا معنای این را شرح دادیم که الله سبحانه و تعالی این کلمه را نشانه وارد شدن بر اسلام و نرخ جنت و کلید آن قرار داده است و همچنین سبب نجات بنده از دوزخ و عفو کردن گناهان بنده میگردد. اما مقصد اساسی از دعوت رسولان تنها گفتن به این کلمه نیست، بلکه باید شرطهای آن پورا رعایت کرده شود تا در نزد الله این کلمه منفعت بخش باشد، سبب نجات تو بگردد. و علمای اسلام شرطهای کلمه لا اله الا الله را چنین نامبر کردند: اولا علم، دانستن معنایش، یعنی شخصی که آن را میگوید باید بداند که این کلمه چی معنا دارد و معنایش چون است که رد کردن عبادت از غیر الله و ثابت کردن تمام نوعهای عبادت از برای او، چون او سزاوار عبادت است. الله میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله، بدان معبود بر حق جز الله نیست. سوره محمد آیه 19. دوم یقین، اطمینان و باوری کامل داشتن، یعنی در دل کسی که آن را میگوید هیچ شک شبهه‌ای نداشته باشد. الله میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنان واقعی کسانی هستند که به الله و رسول الله ایمان آوردند سپس در آن شک شبهه‌ای نکردند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، با مالها و جانهای خود در راه الله جهاد کردند. اولئک هم الصادقون، اینا هستند صادق ترین مردم. سوره حجرات آیه 15. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اشهد ان لا اله الا الله، شهادتی میدهم که معبود بر حق جز الله نیست، و انی رسول الله، و اینکه من رسول الله هستم. لا یلقى الله بهما عبد غیر شاکین، کسی که به این دو کلمه شهادت بدهد و در آن شبهه‌ای نداشته باشد، شک و شبهه‌ای در این دو کلمه نداشته باشد، الا دخل جنه، مگر اینکه داخل جنت میگردد. روایت مسلم. سوم قبول کردن با دل و با زبان، قبول کردن با دل و با زبان، یعنی این کلمه رو رد نکردن و با تکبر از این کلمه سرپیچی نکردن. و الله سبحانه و تعالی درباره آن قومی که آن را رد کردن میفرماید ان كذلك نفعل بالمجرمین، ما با جنایتکاران همین طور رفتار میکنیم. انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله استكبرون، هنگامی که به درستی بر آنها گفته میشد که لا اله الا الله بگید، آنها سرپیچی میکردن، سرکشی میکردن. سوره صافات آیه 34 35. چهارم تسلیم شدن به معنای آن، اطاعت کردن به آنچه که دلالت میکند، یعنی بنده باید به آنچه که الله فرموده است عمل کند و از آنچه که منع کرده است دوری بجوید. الله میفرماید و من یسلم وجهه الی الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هر کس که روی خود را به سوی الله تسلیم کند، یعنی با اخلاص خود را با او بیسپارد و در حالی که او نیکوکار باشد، پس او به دستگاه مستحکم ترین پایبند مستحکم چنگ زده چسبیده است و بازگشتی همه کارها به سوی الله مهربان است. سوره لقمان آیه 22. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم گفت عروة الوثقى، عروه مستحکم این لا اله الا الله است. پایبند مستحکم این کلمه لا اله الا الله است. پنجم راست قولی، راستگو بودن بر این کلمه، یعنی آن را با دل و زبان راست بگوید، نه مانند منافقان. الله میفرماید ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. بعضی از مردم هستند که میگویند که به الله و روز قیامت ایمان آورده ایم، ولی آنها مسلمان نیستند. یخادعون الله والذین آمنوا، فریب میدهند الله را و آن کسانی که ایمان آوردند. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، آنها جز نفسهای خودشون را فریب نمیدهند در حالی که حس نمیکنند، پی نمیبرند. سوره بقره آیه 8 و 9. ششم اخلاص، یعنی این کلمه را تنها برای رضای الله بگوید، نه برای مقصدهای دنیوی. الله میفرماید وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا، ما آنها را امر نکرده مگر اینکه الله را با اخلاص خالصانه عبادت نمایند که تمام نوعهای عبادت از آن اوست، و نماز را بر پای بدارند، حنیف باشند، از شرک و کفر روی گردان باشند و سوی اسلام و توحید،
و نماز رو بر پای بدارن و زکات رو بدهن. این از دینی پایبند، دینی راستین. سوره بینه آیه 5. هفتم، محبت به این کلمه و اهل آن کلمه محبت داشته باشند و از آنچه که بر ضد آن است روی گردان باشند. دوست داشتن این کلمه، دوست داشتن کسانی که با این کلمه عمل میکنن و نفرت داشتن از هر کس، از هر چیزی که مخالفت می‌نماید این کلمه رو. الله میفرماید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. برخی از مردم هستند که غیر الله معبودان میگیرند که آنها را مثل الله دوست می‌دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما آن کسانی که ایمان آوردند واقعا آنها الله را بیشتر دوست می‌دارن. سوره بقره آیه 65. پس این است معنای این کلمه. این شرط‌های هست بر این کلمه لا اله الا الله سبب نجات و خوشبختی و سعادتمندی بنده می‌گردد در دنیا و آخرت. به حسن بصری گفته شد که گروه میگویند که هر کی لا اله الا الله را بگوید وارد جنت می‌شود. او گفت هر کی لا اله الا الله را بگوید و حق آن را ادا نماید، حق و فرض‌های آن را ادا کند، وارد جنت می‌شود. پس لا اله الا الله به کسی فایده نمی‌رساند مگر آن که به این کلمه عمل کننده باشد، شرط‌های آن را بجا آورد. اما کسی که تنها آن را با زبان میگوید و عمل نمی‌کند برای آن هیچ منفعتی نمی‌بخشد. اما هر کسی که آن را میگوید و از عمل و آنچه که این کلمه لا اله الا طلب می‌نماید دوری نکند، گفتنش برای او فایده نمی‌دهد تا این گفتار را با عمل تصدیق ننماید. و ما از الله عز و جل می‌خواهیم که ما را از اهل لا اله الا الله قرار دهد که با آن عمل کننده باشیم و برای این کلمه زندگی نماییم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. تو پاکی منزه از هر عیب و نقصان ای الله و ستایش تو رو میگوییم، حمد ستایش تو رو میگوییم و شهادت میدهیم که هیچ معبود جز تو نیست و تو آمرزنده مهربانی و به سوی تو توبه کردیم. در اینجا این رساله کوچک در بیان مضمون کلمه لا اله الا الله به اتمام می‌یابد. اگر سوالی باشد در این مورد، در این مضمون، مرحمت میتونید با سوال شما در این مورد سوالها جواب بگردانیم باذن الله تعالی.